سلام، وقت بخیر دوستان عزیز. ما اینجا یک سنگ شاخصه داریم. شاخصهای ما به چند دسته تقسیم میشن. این شاخص ما که اینجا داریم شاخص قبرستون است، کاملا زیر سازی شده است. ما زمان که یه شاخص داریم باید نگاه کنیم جلومون. بله، شیب ملایم داریم. زمانی که شیب ملایم داریم باید این شیب ملایم به دقت چک بشه که ببینیم این شاخص ما مربوط به چیه. شما زمان یه شاخص دارید باید ببینید مربوط به چه چیزی است. بعد ما میریم جلوتر که چک کنیم ببینیم این شاخص ما در بالای شیب به چه معنی است. بله، شاخص قبرستان است. قبرهای ما کاملا مشخص هست. قبرهای ما یه قبرهای باستانی هستن که مربوط به قبل اسلام هست. میریم جلوتر که قبرهای بیشتری رو ببینیم. دوستان عزیز، هرگاه که شاخصی داشتید باید به دقت ریزبینانه چک کنید که مربوط به چیه این شاخص. همینطور که من دارم نگاه میکنم شما هم باید تیزبین باشید و نگاه کنید. بعد ما قبرهای بسیاری داریم. از اینجا راه مال رو میگذره. چشمه دائمی پایین تره. سکونتگاه رو هم داره. اینا شاخصی یک قبرستون هستن. زمانی که تو قبرستون داری باید حتما یه سکونتگاه قدیمی هم باشه که اونها مرده هاشون رو بیارن اینجا خاک کنن. برای دیدن کلیپ های بیشتر کانال ما رو داشته باشید و دکمه سابسکرایب را حتما بزنید و زنگوله رو هم بزنید که کلیپ های ما بیشتر دیده شن برای شما. امیدوارم که بتونم. به نام خداوند بخشنده مهربان.